با تعقیب درس‌های گذشته امروز رابطه با موجی پی صحبت میکنیم. موجی پی اتریال دیپولاریزیشن نشان میده و دیوریشن یا زمانش 2.5 الی 3 مربع کوچک بوده باشه که کمتر از 120 میلی سکند در بر میگیره. یعنی کاغذ سی جی را شما ببینین 3 مربع کوچک در بر گرفته. و ارتفاع پی ویو ما در لملیت ها کمتر از 2.5 میلی متر است و دچیس لیت ها کمتر از 1.5 میلی متر بوده باشه. اما از یادتون نره موجی پی در تمام لیت ها اپرایت یا سرراسته است به استثنای ای وی آر که موجی پی سرچپه ترسیم میشه. در لید وی 1 موجی پی بای فیز می بوده باشه. خب در این کاغذ سی جی شما دقت بکنین در ای وی آر در لید ای وی آر ما موجی پی سرچپه است، اما در وی 1 ما دقت بکنین موجی پی بای فیز می بوده باشه. یعنی بای فیز هستن به این شکل دیده میشه. خب اگر رابطه به ابنورمالیتی موجی پی بحث کنیم، جریان نرمال موجی پی کمتر از 3 مربع کوچک است، ولی اگر بیشتر از 3 مربع کوچک میشه این حالت بر ما left atrium enlargement نشان میده، یعنی دهلیز چپ بزرگ شده. و اگر ارتفاع موجی پی بیشتر از 2.5 مربع کوچک شوه در لملیت های ما، این حالت برای ما بیان کننده right atrium enlargement هستند.